السلام علیکم بابا جان. خب آیا مار در خواب چی تعبیر دارد؟ مار در خواب البته معبرا اینا به دشمن تعبیر کردن و چند یعنی مثال آوردن درباره اینکه گفتن میتواند که یعنی شخصیتی که مار خواب دید میتواند که اون مار برای شخصیت جین باشه، یعنی جین در قصدش باشه یا دشمنش باشه، یا اینکه شخصیت میتونه که همون ماری که خواب دیده است چی باشه، یعنی همسر خودش باشه، برادر خودش باشه، یک دوستی نزدیک خودش باشه که در نقشه و یعنی در فکری ضرر رساندن این شخصیت باشه. اما بعضی از معبرا گفتن اگر مار کلام باشه این دلالت این داره که یعنی دشمنش نسبت به خودش قوی تر است، به قوت تر است. اگر مار اندک باشه فهمیده میشه که دشمنش نسبت به خودش یعنی چی است، بی قوت تر است. اگر انسان خواب بینه که مار در خوابش کشته است این فهمیده میشه که در دشمنش یعنی غالب برآمد است. به هر صورت ما را دوستای خدا معبرها تعبیر به دشمن کردند. اما خوابها را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دو نوع تعبیر کردند. گفتن خواب رحمانی میشه و خواب شیطانی. انسان یک خواب میبینه که حج رفته است، انسان خواب میبینه جناب پیغمبر در خواب دیده است، انسان خواب میبینه که یک کاری خوب کرده است، این خواب رحمانی است. وقتی که بیدار شد باید بگه الحمدلله، خدا را شکر، یعنی شکرگزار باشه، خرسند باشه از این خوابش. اما انسانی که بعضی خوابهای بد میبینه که گاو وای سر کرده است، سگ گزیدش، در یک چقری افتاد، یا این چنین خوابهای ناراحت کننده وقتی انسان میبینه، در این صورت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی از خواب خیز انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگه و جانبی یعنی چپی خود 3 بار یعنی توف کنه، کم ترک توف کنه و جانبی دیگر گشته خواب روه. این خوابی چی است؟ خواب شیطانی است. و انسان بهترش این است که وقتی که خواب دید خوابهاش در هر شخصیت نگوید، خوابش از شخصیت بپرسه که او براش تعبیر خوب میکنه، یعنی تعبیر خوب. بهترش این است که انسان از انسانهای خوب یعنی بپرسه.